درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفون تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 14. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب ششم. اما اگر ضرورتی در جای همواری به مقابل دشمن آشکارا با تمام اسلحه حربی جنگ کردن لازم آید، پس پسرم آن صفتهای لشکر اهمیت پیدا خواهند کرد که تا این وقت در دوام مدتی طولانی به دست آورده شده بودند. در بین آنها چنین صفتها را نامبر می کنم: آب و تاب اعلای جسمانی، روحیه بلند قوه‌های حربی، آمادگی اعلای جنگی. در نظر داشتن لازم است که همه جنگاورانی که از آنها اجرا شوی فرمانت را می خواهی انتظارند که تو درباره آنها غمخواری می کنی. در این باره هیچگاه فراموش نکن و شبها درباره آن اندیشه ران که جنگاورانت روزانه چی کار خواهند کرد و چون روز فرا می رسد غمخوار باش که شبانه برایشان باید همه چیز به ترتیب آمده باشد. درباره آنکه قوشونها به جنگ آمادگی دیده چگونه باید صف آرایند، چطور باید جنگاوران را شب و روز با راه‌های تنگ و وسیع، راه‌های کوهی یا هموار پیش بردن، چطور اردوگاه برپا نمودن، چطور پاسبان‌های حربی روزانه یا شبانه جا به جا گذاشتن، چطور هجوم یا عقب نشینی کردن، چطور به اردوگاه مستحکم دشمن رخنه زده هجوم نمودن، چطور قلعه ها را فتح نمودن یا از آن عقب نشینی کردن، چطور از پیراهه ها و دریاهای بیشه عبور نمودن، چطور از هجوم جنگاوران سواره، نیزه پرتایان و کمانوران مدافعه کردن، چطور بر رقیب مقابلت کردن هنگامی پیش بردن قوه‌های حربی با درازی قطار آنها و هنگامی برخورد با آنها لازم است که اگر دشمن نه از پیش بلکه از جانب مقابل در وقت هجوم تو پیدا شود چی باید کرد؟ چطور نقشه های دشمن را فهمیده سر خود را نگاه داشتن ممکن است؟ آیا من باید درباره همه اینها حرف زنم؟ هر چیزی که من میدانم تو درباره‌شان بارها شنیده ای. اگر به نظرت چنین می نماید که دیگران نیز در این باره یگان چیزی فایده‌ناک می دانند، تو که جوانی کنجکاوی آنها را بی نظارت نمان. و عموما هر دفعه باوری دارم
طوری باید رفتار کرد که برای همین لحظه موافق به نظر می رسد. اکنون پسرم، من می خواهم به تو چیزی از همه مهم را بگویم. اگر قربانی و فالبینی پرندگان پیشبینی نامساعد دهند، نه خودت و نه لشکرت را زیر خطر نگذار. تو باید درک کنی که آدمان در رفتارهایشان تنها با تخمینها راهجویی می نمایند و دقیق نمی دانند که خیر محض برایشان چی آورده می تواند. تو این مطلب را در تجربه تصدیق کرده می توانی. آدمانی زیاد و علاوه بر این خیلی خردمند اعتراف شده دولت‌هایشان را وادار کردند که جنگ را به مقابل آنهای آغاز نمایند که از دست ایشان هموطنان فریفته شده اشان به هلاکت رسیده بودند. دیگران که در شکوفایی هم شخصان الهیده و هم دولت‌های پرره سهم گذاشتند، بعداً به کثافت ایشان به فلاکت‌های بزرگ گرفتار شدند. بعضی هایشان توانستند دوستانی پیدا کنند که باید در عوض خدمت رسانی به آنها نفعی بزرگ می آوردند، اما این دوستان می خواستند که آنها را نه همچون دوستان بلکه به غلامانشان تبدیل دهند و در نهایت کار آن برایشان گران افتاد. دیگری آنها از نعمتهای گرفتهشان قناعت نکردند و می‌خواستند در همه کار خواجه باشند، ولی بعدتر ایشان دارایی‌های را هم که قبلا صاحب بودند از دست دادند. کسانی نیز بودند که ثروت دلخواه را به دست آورده به علت آن به هلاکت رسیدند. پس حکمت انسان دیگر نمیتواند معین کند که به او کدام خیر و نیکی میرسد و گویا با قرعه پرتایی تصمیم میگیرد که به چی کاری باید شغل ورزد. اما خدایان ابد زندند پسری عزیزم، آنها همه چیزها را میدانند. هر آن چیزی که بود و هر آن چیزی که باید با همه رخ دهد. با آنهایی که برای مصلحت به نزد آنها می آیند و به آنها پسند می باشند نشان می دهند که چی کار باید کرد و کدام کار را نباید اجرا کرد. و اگر آنها نخواهند که با دستورهای خود به همه کمک رسانند، در اینجا هم یگان چیزی تعجب آور نیست. آنها ضرورت ندارند که درباره آنهایی که غمخواری کردن نمیخواهند باید غمخواری نمایند. کتاب دوم باب یکم. همین طور آنها صحبت کنان تا به مرز فارس رسیدند. پس از آن که عقاب از طرف دست راستشان پیدا شده با آنها راه نشان داد، به نام خدایان و قهرمانانی که به ملک‌های پارس ها صاحب شده اند دعا کرده مناجات کردند که آنها را با مهربانی و خیرخواهی راهنمایی کنند و بدین منوال از سرحد گذشتند. همین که کروش و پدرش از آن عبور نمودند، در حال با دعا به خدایانی که مالک زمینی ماد بودند مناجات به جا آوردند تا که این خدایان آنها را با التفات و مهربانی تحت حمایه خود قرار دهند. بعد این آنها به طوری باید و شاید با همدیگر خیر و خوش کردند. پدر به فارس برگشت و کروش به ماد
به نزد کیاکسر رهسپار شد. به آنجا رسیده کوروش پیش از همه با کیاکسر سلام گرم و جوشان نمود و پس کیاکسر از کوروش پرسید که آیا لشکری که با آن آمد بزرگ است؟ کوروش پاسخ داد 30,000 جنگاوری که پیشتر هم در خدمت شما کیرا شده بودند، از حساب هاماتیم ها نیز جنگاوران می آیند و در بین آنها نفرانی هستند که تا این دم یگان بار هم از حدود دولت خود بیرون نبرآمدند. آنها چند نفرند؟ شماره آنها شاید برایت پسند نآید، اما تو باید به نظر گیری که شماره به اصطلاح هاماتیم ها هرچند اندک باشد هم با آسانی با عامه بزرگی باقی مانده پارس ها مقاومت کرده می توانند. اما آیا به آنها احتیاج هست و یا ترس و حراست بیهوده بود و دشمنان به هجوم نگذشته بودند؟ آنها قسم به نام زیوس با شماره نهایت زیاد هجوم کرده بودند. از کجا آن برایت معلوم است؟ بسیاری ها از آنجا می آیند و هرچند هر کس به طور خود، اما در مجموع درباره همان یک چیز حرف می زنند. پس برایمان لازم می آید که با مردان به نبرد براییم. بله، این ناگزیر است. چرا تو درباره شماره ایشان چیزی نمیگویی در حالی که آن برایت معلوم است؟ تا کدام درجه لشکری به سوی ما آمده ایستاده دشمنان بزرگ است و قوه های ما چه قدرند؟ با دانستن تناسب آنها ما تصمیم گرفته می توانیم که با کدام راهی برایمان مفیدتر با آنها مبارزه بریم. نباشد گوش کن، گفت کیاکسر. میگویند که کریس از لیدی همراهش 10,000 سوارگردها و زیاده از 40,000 کمانوران و پیلتستها را به نبرد میبرد. ارتکم حاکمی فریگیای کبیر باشد، نقل میکنند که با خود 8,000 سواره و نه کمتر از 40,000 پیلتستها و کمانوران را به میدان حرب میبرد. ارگد از عربیه تا 10,000 اسب سوار، 100 عرابه و غولکاندازانی زیاد. در مورد ایلین ها که در آسیا زندگی می کنند معلوم نیست که آنها نیتی نبرد دارند یا نه. میگویند که گابت حاکم ساکنان فریگیه که در نزدیکی هلسپوند زندگی می کنند در وادی کایستر 6,000 سوارگان و تا 10,000 پیلتست ها را جمع آورده است. کاریگی ها کلیکیان و پفلگانیان را به جنگ دعوت کردند، اما چنانه که خبر دادند آنها به آن وارد نگشتند. شاه آشور که حاکم بابل و تمام آشور است، باوری دارم نه کمتر از 20,000 سواره و عرابه ها و چنان که با باوری کامل گفته می توانم شماره نه کمتر از 200 عدد را جلب خواهد کرد. پیاده‌گردان او باشند، چنانه که مطمئنم شماره زیاد خواهند داشت. همیشه وقتی که وی به ما هجوم می کرد کارش همین طور صورت می گرفت. در لشکر دشمن در مجموع 60,000 سوار و بیش از 200,000 پیلتست های و کمانوران را شمردی، گفت کوروش. اما اکنون به من بگو که لشکری تو تا چه اندازه بزرگ است؟
ما زیاده از 10,400 جنگاوری سواره از ماد داریم، در حالی که شماره پیلتست ها و کمانوران شاید قریب 60,000 نفر باشد. از جانب همسایه های ارمنی ما 4,000 سواره و قریب 20,000 نفر پیادهگردان می آیند. از روی سخنانت شماره سواران ما کمتر از 4/1 شماره جنگاوران سواره دشمن و شماره جنگاوران پیاده قریب نصف شماره جنگاوران پیاده دشمن را تشکیل می دهد. خوب، اما چرا شماره پارس هایی را که به گفته خودت به اینجا می بیاری کم نمی شماری؟ ما حالا محاکمه خواهیم کرد که آیا به ما قوه علاوگی تقویت دهنده لازم است یا نه؟ اما بگو که هر دو جانب در جنگ کدام تاکتیک را استفاده می برند؟ قریب یک خیله است. هم آنها و هم ما کمانوران و نیزه پرتایان داریم. با چنین سلاح ها احتمالاً بین جنگاوران حتما تیرپرانی به وقوع می آید؟ بی شبهه، گفت که اکثر. پس می توان گفت که در تیراندازی پیروزی نصیب آنهایی می گردد که از روی شماره سلاح ها برتری داشته باشند، زیرا هر قدر تیراندازان و نیزه پرتایان بیشتر باشند همان قدر زودتر شماره جنگاوران کم شمار را ناتوان و نیست و نابود می کنند، در حالی که شماره کمی آنها بر قوه های برتری داشته دشمن به این نتیجه نائل شدن نمی توانند. اگر وضع محض همین طور باشد کروش، بهترین کاری که ما به اجرا رسانده می توانیم فرستادن قاصد به جانب پارس ها است. وی به آنها خبر می دهد که اگر به مادها مصیبتی رسد آن پارس ها را نیز در کنار نمی گذارد و از آنها قوه علاوگی پرسیدن لازم است. اما تو باید بفهمی، اعتراض کرد کروش، که اگر همه پارس ها هم به اینجا بیایند ما در شماره از دشمن برتری نخواهیم داشت. شما گفتار 14 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.